کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاوشین. این کتاب شامل 4 بخشه که هر کدوم به یکی از جنبه‌های مهم این 4 کتاب پرداخته. خانم فلورانس اسکاوشین یک نویسنده امریکاییه که دیگه تو قید حیات نیستن. از یک خانواده قدیمی فیلادلفیایی بودن. سالیان سال در مقام هنرمند، نقاش، مشاور، آموزگار موارد طبیعی نامی بلند آوازه داشتند. کتاب بازی زندگی و راه این بازی برای نخستین بار در سال 1925 انتشار یافت. آثار دیگر او عبارتند از کلام تو، عصای معجزه‌گر توست، در مخفی توفیق و نفوذ کلام که چکیده‌ای از اون رو تقدیم حضورتون میکنم. بازی زندگی و راه این بازی. در این بخش فلورانس اسکاوشین توضیح میده که زندگی مانند یک بازی است و با شناخت قوانین این بازی میتوان به موفقیت و خوشبختی دست یافت. او تاکید میکنه که افکار و گفتار ما بر واقعیت زندگیمان تأثیر مستقیم دارند و با تغییر الگوهای ذهنی و گفتاری میتونیم نتایج مثبت‌تری در زندگیمان تجربه کنیم. کلام تو عصای معجزه‌گر توست. در این بخش نویسنده بر اهمیت کلام و تأثیر آن بر زندگی انسان تاکید میکنه. او معتقد است که کلام ما قدرت خلق واقعیت را دارد و با استفاده درست از کلام میتوانیم به اهداف خود برسیم و موانع را از سر راه برداریم. در کتاب در مخفی توفیق، فلورانس اسکاوشین به اصول و قوانین موفقیت می‌پردازد و نشان می‌دهد که با پیروی از این اصول می‌توان به موفقیت دست یافت. او بر اهمیت ایمان، اعتماد به نفس و پشتکار تاکید می‌کند و راهکارهای عملی برای رسیدن به موفقیت ارائه می‌ده. نفوذ کلام. در این کتاب نویسنده به قدرت نفوذ کلام در روابط انسانی و تأثیر آن بر دیگران می‌پردازد. او نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با استفاده از کلام مثبت و الهام بخش روابط بهتری با دیگران برقرار کرد و بر آن تأثیر مثبت گذاشت. خانم فلورانس اسکاوشین در این کتاب با زبانی ساده و روان مفاهیم عمیق روانشناختی و معنوی را بیان کرده و با ارائه مثال‌های عملی و داستان‌های واقعی خواننده را به استفاده از این مفاهیم در زندگی روزمره‌اش ترغیب می‌کنه. اصل اول که کلام تو عصای معجزه‌گر توست شامل چندین بخشه. تقسیم شده به اصل تفکر و باورهای مثبت. تفکر خلاق. اسکاوشین تاکید میکنه که افکار ما قدرت خلق واقعیت را دارند. او معتقد است که هرچه بیشتر به چیزهای مثبت و مطلوب فکر کنیم، احتمال رسیدن به آنها بیشتر می شود. باورهای محدود کننده. اون هشدار میده که باورهای منفی و محدود کننده میتونن موانع پیشرفت ما بشن. تغییر این باورها به باورهای مثبت و سازنده میتواند نتایج بسیار شگفت‌انگیزی به همراه داشته باشد. قدرت کلام. کلام مثبت. اسکاوشین بر اهمیت استفاده از کلام مثبت تاکید میکنه. اون معتقده که کلام ما انرژی داره و میتونه واقعیت زندگیمون رو تغییر بده. تکرار عبارات تأکیدی. استفاده از عبارات تأکیدی مثبت یکی دیگه از راه‌های تقویت باورهای مثبت و جذب موفقیته. ایمان و اعتقاد به فرایند زندگی. ایمان به خداوند. اسکاوشین به اهمیت ایمان به خداوند و اعتماد به نیروی برتر در هدایت زندگی اشاره میکنه. او معتقده که با اعتماد به خداوند میتوان به آرامش و اطمینان بیشتری در زندگی رسید. رها کردن ترس‌ها و نگرانی‌ها. یکی از نکات کلیدی این بخش رها کردن ترس‌ها و نگرانی‌ها و اعتماد به جریان طبیعی زندگی است. بخشندگی و سخاوت. بخشندگی. فلورانس اسکاوشین بر اهمیت بخشندگی و سخاوت در جذب فراوانی تاکید میکنه. او معتقده که با بخشیدن و کمک به دیگران جریان نعمت‌ها و برکت‌ها به سمت خودمون برمیگرده.
نه تنها بخشش مادی بلکه سخاوت در اندیشه و عمل هم میتونه تأثیرات مثبتی بر زندگی داشته باشه. اسکابشین به اهمیت شکرگزاری برای داشته‌ها و نعمت‌های کنونی زندگی اشاره میکنه. او معتقده که شکرگزاری موجب جذب بیشتر نعمت‌ها و برکت میشه. یکی از روش‌های تقویت شکرگزاری قدردانی روزانه برای کوچکترین چیزها در زندگی است. نویسنده به اهمیت تصویرسازی ذهنی و تجسم موفقیت‌ها و اهداف هم اشاره میکنه. تجسم مثبت میتونه به تقویت باورهای مثبت و جذب موفقیت کمک کنه. برای اینکه تصویرسازی ذهنی مؤثر باشه، باید تصاویر روشن، دقیق و واقعی از اهداف و خواستهای خودمون رو در ذهن بسازیم. تسلیم به اراده الهی. خانم فلورانس اسکاوشی به اهمیت تسلیم به اراده الهی و پذیرش واقعیت‌ها هم اشاره میکنه. او معتقده که با پذیرش و تسلیم میتوان به آرامش و رضایت درونی دست پیدا کرد. پذیرش اتفاقات و شرایط زندگی به معنای قبول کردن و یادگیری از آنهاست، نه مقاومت و جنگیدن با آنها. این نکات کلیدی به شما کمک میکنه تا زندگی خودتون رو بهبود ببخشید و به سمت موفقیت و خوشبختی حرکت کنید. هر کدام از این نکات با تمرین و تکرار قابل اجرا هستند و می توانند تأثیرات مثبت زیادی بر زندگیتان داشته باشند. بخش دوم کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاوشین با عنوان کلام تو عصای معجزه‌گر توست به بررسی قدرت کلام و تأثیر آن بر زندگی می‌پردازد. در این بخش اسکاوشین توضیح میده که چگونه میتوان با استفاده درست از کلام به اهداف و آرزوهای خود دست یافت. قدرت کلام و تأثیر آن. اسکاوشین معتقده که کلام ما ابزار قدرتمندی برای خلق واقعیت است. هر آنچه که بر زبان میآوریم انرژی دارد و میتواند واقعیت زندگی ما را تحت تاثیر قرار دهد. استفاده از کلام مثبت میتواند به جذب انرژی‌های مثبت و نتایج مطلوب در زندگی کمک کند. کلمات منفی ناامید کننده میتونن انرژی‌های منفی رو جذب کنند و موانعی بر سر راه ما ایجاد کنند. استفاده از عبارات تأکیدی. خانم اسکاوشین به اهمیت استفاده از عبارات تأکیدی مثبت تأکید میکنه. این عبارات باید کوتاه، ساده و مثبت باشند و به صورت مدام تکرار بشن تا بر ذهن ناخودآگاهمون تأثیر بذارن. نمونه هایی از عبارات تأکیدی میتونم به اینها اشاره کنم. من شایسته موفقیت هستم. هر روز در حال بهتر شدن هستم. زندگی من پر از نعمت‌ها و برکت هاست. قانون جذب آنچه که میگوییم. بله، بر اساس قانون جذب هر آنچه که بر زبان میآوریم انرژی مشابهی را به زندگیمان جذب میکنیم. بنابراین باید مراقب کلماتی که استفاده میکنیم باشیم و از کلمات مثبت و الهام بخش استفاده کنیم. به جای تمرکز بر مشکلات و نداشته ها باید بر خواسته ها و آرزوهایمان تمرکز کنیم و اونها رو به زبان بیاریم. تأثیر کلام بر روابطمون. کلام ما تأثیر زیادی بر روابطمان با دیگران دارد. استفاده از کلمات محبت آمیز و احترام آمیز می تواند روابط را بهبود ببخشد و از تنش‌ها و سوء تفاهم‌ها جلوگیری کند. در مواقع بروز تعارضات استفاده از کلام آرام و منطقی می تواند به حل مشکلات کمک کند و از تشدید تنش‌ها جلوگیری کند. تأثیر کلام بر جسم. خانم اسکاوشین معتقده که کلام ما می تواند بر سلامت جسمانی ما نیز تأثیر بگذارد. استفاده از کلمات مثبت و الهام بخش می تواند بهبود جسمانی را تسریع کند و از بیماری ها جلوگیری کند. تکرار عبارات سلامتی. استفاده از عبارات تأکیدی مثبت در مورد سلامتی مانند من سالم و قوی هستم می تواند به بهبود وضعیت جسمانی ما نیز کمک کند. نمونه های واقعی
که خانم اسکابشین در کتاب خودش به اونها اشاره کرده و داستان‌های موفقیتی که استفاده شده رو نشون میده که چگونه درست میتونیم از کلاممون استفاده کنیم و به نتایج مثبتی منجر بشه. این مثال‌ها به خوانندگان الهام میبخشه و اونها رو ترغیب میکنه که اصول رو در زندگی خودشون به کار ببرند. تمرینات روزانه برای اینکه استفاده از کلام مثبت و عبارات تأکیدی مؤثر باشد، باید به صورت مداوم تمرین شود. تکرار روزانه عبارات تأکیدی می‌تواند به تقویت باورهای مثبت و جذب نتایج مطلوب کمک کند. نتایج ممکن است فوراً ظاهر نشوند، بنابراین باید صبور بود و به تمرین و استفاده از کلام مثبت ادامه داد تا به مرور زمان نتایج آشکار شوند. این نکات کلیدی به شما کمک میکنه تا قدرت کلام خودتون رو بشناسید و از آن به عنوان ابزاری قدرتمند برای بهبود زندگی و روابط خودتون استفاده کنید. تمرین و تکرار مداوم این اصول میتونه تأثیرات مثبتی بر زندگیتان داشته باشد. خانم فلورانس اسکابشین در کتاب در مخفی توفیق به بررسی اصول و قوانین موفقیت پرداخته و راهکارهایی برای دستیابی موفقیت در زندگی ارائه میده. در این بخش خانم اسکابشین به مفاهیمی مانند ایمان، اعتماد به نفس و پشتکار هم اشاره میکنه. ایمان داشتن به خود و توانایی ها. خانم اسکابشین معتقده که ایمان به خود و توانایی هایمان اساسی ترین اصل برای رسیدن به موفقیته. بدون ایمان به خود نمیتوانیم به اهداف خودمون دست پیدا کنیم. ایمان به نیروی برتر. او بر اهمیت ایمان به نیروی برتر و خداوند هم تاکید میکنه. این ایمان به ما کمک میکنه تا با اطمینان و آرامش بیشتری به سمت اهدافمان حرکت کنیم. خانم اسکابشین بر اهمیت تقویت اعتماد به نفس تاکید میکنه. اعتماد به نفس به ما کمک میکنه تا با جسارت و اطمینان به سمت اهدافمان حرکت کنیم و از موانع و چالش‌ها نترسیم. برای تقویت اعتماد به نفس باید باورهای محدود کننده‌ای که مانع پیشرفت ما میشن رو شناسایی کنیم و از بین ببریم. این باورها معمولاً ناشی از تجربیات منفی گذشته یا القاءات دیگران هستند. تصویرسازی ذهنی که به نظر من یکی از مهمترین ارکان هاست. خانم اسکابشین به اهمیت تصویرسازی ذهنی و تجسم اهداف تاکید میکنه. تجسم موفقیت‌ها و دستاوردها میتونه به تقویت باورهای مثبت و جذب موفقیت کمک کنه. ساختن تصاویر روشن و واقعی. برای اینکه تصویرسازی موثری داشته باشیم، باید تصاویر روشن، دقیق و واقعی از اهداف و خواسته‌هایمان در ذهنمان باشه. اهمیت پشتکار. خانم اسکابشین بر اهمیت پشتکار و مداومت در رسیدن به اهداف تاکید میکنه. بدون پشتکار و تلاش مستمر نمیتوان به موفقیت دست پیدا کرد. او به ما یاد میده که در مواجهه با موانع و چالش‌ها نباید ناامید بشیم و باید با پشتکار و تلاش مستمر به مسیر خودمون ادامه بدیم. قدرت کلام و تأثیر آن بر موفقیتمون نقش بسزایی دارد. خانم اسکابشین تاکید میکنه که کلام ما تأثیر زیادی بر واقعیت زندگیمان دارد. استفاده از کلام مثبت و عبارات تأکیدی میتونه به جذب موفقیت کمک کنه. اجتناب از کلمات منفی رو بسیار حائز اهمیت و هشدار دهنده است. خلق واقعیت از طریق کلام. خانم اسکابشین معتقده که بیان اهداف و آرزوها از طریق کلام میتواند به تحقق آنها کمک کند. تجسم موفقیت‌ها و بیان آنها میتواند انرژی لازم برای رسیدن به آنها را فراهم کند. کلام ما میتواند ابزاری قدرتمند برای خلق واقعیت‌های جدید و مثبت در زندگی باشد. این نکات کلیدی به شما کمک میکنه تا از قدرت کلام خودتون به نحو احسن استفاده کنید و تأثیرات مثبت زیادی بر روابط، سلامتی و زندگی خودتون بگذارید. تمرین و تکرار مداوم این اصول میتونه تأثیرات شگرفی بر زندگیتان داشته باشد.
اما بیاید با هم دیگه یه کار خوب بکنیم، یه کار شگفت‌انگیز انجام بدیم. آره، بیاید یه تصویرسازی با هم دیگه انجام بدیم، یه کار عملی، اون چیزی که از این کتاب یاد گرفتیم. مثلا ما دوست داریم تصویرسازی یه خونه بزرگ و مجلل رو داشته باشیم. چه کاری باید انجام بدیم؟ خب اولش میاییم تمام جزئیات دقیق خونه‌ای که میخوایم تجسم بکنیم رو در نظر میگیریم. مثلا تعداد اتاق‌هامون چند تا باشه، اندازه و شکل اتاق‌هامون چجوری باشه، نوع و رنگ دیوارهامون چجوری باشه، نوع و کیفیت مبلمانمون چجوری باشه و امکاناتی مثل استخر، باغ، گاراژ و هر آنچه که دوست داریم رو تصور میکنیم. نوشتن همه اینها با جزئیات کامل و هر چقدر ریزتر میتونه ذهنمون رو آماده تر بکنه تا یک تصویرسازی بهتری رو داشته باشیم. چشمای خودمون رو ببندیم و خودمون رو در همون خونه‌ای که تصور کردیم تصور بکنیم که در حال قدم زدن در اتاق هستیم و تمام جزئیات رو با دقت ببینیم. حتی صدای قدم هامون رو بشنویم. صدای پای دمپاییمون رو که روی موزاییک کشیده میشه رو حس کنیم و بشنویم. علاوه بر دیدن سعی کنیم سایر حس‌ها رو هم در تجسم خودمون اضافه کنیم. مثل صدای محیط، موسیقی، صدای آبی که توی استخر هستش. حتی ممکنه تصور بکنید که تو آشپزخونه هستید و شیر آبتون خرابه و داره چیکه چیکه از اون آب میاد. صدای اون آب رو تجسم کنید. بوی گلها رو در مشام خودتون حس کنید. بوی غذایی که توی آشپزخونه داریم میپزین رو حس کنید. احساس اون نرمی مبلمانتون رو با گرمای آفتاب در اتاق رو حس کنید. همه اینها رو جز به جز، قدم به قدم پیش برید و حس کنید. از عبارات تأکیدی مثبت برای تقویت تصویر ذهنی خودتون استفاده کنید. این عبارات باید در زمان حال و مثبت باشند. مثلا من در خانه بزرگ و مجلل خودم زندگی می کنم. من از تمام امکانات خانه مجللم لذت می برم. خانه من پر از نور و آرامش است. همه این عبارات رو هر روز تکرار کنید. ترجیحاً صبح و قبل از خواب اینها رو تکرار کنید. میتونید از تخته آرزوها استفاده کنید. تصاویر مرتبط با خانه‌ای که دوست دارید رو از اینترنت یا از هر منبع دیگری که دوست دارید جمع آوری کنید. شکل‌ها و تصاویر رو ببرید و هر روز جلوی چشمتون باشه. اینها به شما کمک میکنن که تقویت بشه تصویرسازیتون و ذهنتون آماده تر باشه. در هنگام تجسم هر آنچه که دوست دارید، مثلا خونه مجللی که گفتیم، احساس قدردانی و خوشحالی کنید، گویی که همکنون در آن دارید زندگی میکنید. این احساسات مثبت به جذب خواسته‌های شما کمک میکنن و باعث میشن که ذهن ناخودآگاه شما به تحقق اونها شکل بده. به یاد داشته باشیم که قدرت کلام و اندیشه های ما قادر هستند سرنوشت ما را رقم بزنند. همان گونه که خانم فلورانس اسکاوشین در کتاب 4 اثر خود میگوید ما خالق دنیای خود هستیم. پس بیایید با ایمان، عشق و تجسم مثبت آینده‌ای روشن و پر از خیر و برکت برای خود و دیگران بسازیم.